از ماشین‌های عادی تا دکدن در ارگی تی جی. ارگی تی جی سامانه‌ای که دست به کار است. از خورده شما ارزوی نقش آفرید در سینما داشتید، پس فرصت فرا رسید. کاستینگ فیلم نوبتی کارگردانی جوان و با تجربه بختاور سفرف با نام صبر شما را انتظار است. دختران و پسران سینشان از 18 سال بالا می توانند در کاستینگ اشتراک نمایند. طلبات کاستینگ: چهره زیبا، مهارت نقش آفری و نطق برا. دیر نمانید. از 10 مارس تا 15 مارس از ساعت 12 تا 17. مکان طرفخانه 1001 شب. تلفن ها برای تماس 979 26 79 و 901 41 31 30. اکنون فرصت معرفی استعداد شما فرا رسید. خانم سوزن در شب نشینی ها از این روی خط طعام ها آماده می کنند. با فکرم برای این شب نشینی خیلی موافقند. فهمو. اینها لازم نیستند. این شام دیگر طعام ها رو آماده می کنیم. خودتان میدونید، اما من از تجربه بسیار سالم اینها رو پرتوید خانم آمینه. من خودم با فیرمای خدمت رسانی وام میخورم. بسیار محمدانه است. چی؟ سرت را نزده بودی لیکن تو را نفهمیدم جیان. برای چی اینطور نگاه میکنی؟ چرا حساب میکنی؟ تو را بخشیدنم بسیار دشوار است. این مسئله رو چی حل کنیم؟ این را میدانم. این را هر یک دقیقه تکرار میکنی. اما یک گپ است، تو میدانی آزاد است ولی زیر نظارت قرار دارد. چی آزاد؟ آزاد اما زیر نظارت. تو به فکرم با مادرم صحبت کرده ای؟ گفته ای که من بعد خود را جمع میکنم، اکنون رفته کار میابم، خلاص آدم میشوم، انسان بر این زندگی میکنم. این درست است؟ یک لحظه جیان، از آدمگری و انسان بودنم شبه ندارم، شکر خدا. فهمیش های خطا را عوض میکنیم، همین را گفتنیم. مایلش همین طور گوییم. مهمش این است که تو در گفته هایت استواری میروی، آدم بر این کار میابی و کار میکنی. چیز حیات قرار ماهید همین است. همین خیلی بگوییم. تو گفته‌ات را کن، من تمام گناه‌های تو را میبخشم. تکراراً به اوله قبول میکنم. قسم میخوری؟ به خدا قسم. سنجش مخفی میشود؟ نه، تماما مخفی نیست، کشاد و روشن است. همین طور؟ بله. چخیل بودنش را گپ زن؟ پیشنهاد من این است. ایبو یک روی دارد، از این خانه با یک آواز رفته نیست. همین وقت در سری من یک فکر آمد و به او گفتم که تقایم هم باید با تو رود. هم خرجاتی تو آیسته آیسته کم می شود، هم به یکدیگر هر دویتون کمک میکنید. فکری خوبه تقا جان؟ ای بارا به من قراول میکنی همین طور؟ همین خیل هم گوییم می شود. یک چیز پرسم، آیا من یگان چاره دیگر ندارم؟ نه. آن وقت هنگام خواب از حد بلند خور میکنم، بلند خوراک میکشم. انا همین طور. باور کنید بمب ترک کردم بیدار نمیشم. برای همین هیچ خواطر نشوید. ماینش راضی هستی یعنی؟ راضیم. سلام جنابی عزیز. اوه خانم مجیده، کدام شما تو رو با اینجا آورد؟ چه حال داری؟ در اینجا تو رو خوب نگاه و بین میکنند. نگاه بینم خوب است، خوب است، طبعم خوش است. تو خواطر نشو، در همه جای طبع من خوش است.
من در اینجا بسیار نمیستم. میدانی که در بیرون کاری بسیار دارم. فکری من همچنین است. اینجا برای همین آمدم. چی گپ بوده است؟ با تو یک پیشنهاد دارم. اگر قبول کنی پیش از مرافعت تو رو از اینجا میبرارم. نه، اگر قبول نکنم چی؟ کوشش میکنم که مردت رو از همین جا برارند. چی طور میکنی؟ قادر و مرد رو تو ندزدیدی؟ مگر کوششی کشتن آنها رو نکردی؟ کردم. همه گفته هایت را کردم اما در بیاناتمش را رد کردم. حاضر قبول کردی کو؟ قبول کنم به کی فایده دارد؟ ها؟ کی میداند؟ حق استی. جهازی ثبت. این کار میکنم. این دلیل نمی شود. تنها باشد نمی شود، اما با دیگر دلیل ها یک جای کرده شود و تمیر هم اعتراف کند، بیانات من هم علاوه شود. وای بر حال تو. چی میخواهی؟ میخواهم که نیلگون را بکشی. نیلگون را؟ زنی نوی کمال را. همش همین است؟ بله. بعد 4 طرفت قبله، آزادی. یگان نیرنگ نیست؟ نیلگون را بکش بس است. در بیرون برای اجرای این کار صدها آدم را پیدا کرده میتوانی. برای چی مرا انتخاب کردی؟ من میدانم که تو شکارچی خوبی و برای همین تو در نزد من قدر داری. میلش. امروز در خانه شب نشینی دارد. آنجا رفته نیلگون را بکش. میلش. روی خط خوراک‌های شرق رو داریم. اگر خواهید از اونجا انتخاب کنید باز میتوانیم که آشخانه ایتالیایی رو نیز پیشنهاد کنیم. ها بله، جنابی کمال خوراک‌های ایتالیایی رو دوست می‌دارم. نه، از خوراک‌های ملی روی خط تیار کنید. این شام شب نشینی داشته درست؟ بله، رفیقانم را دعوت کردم. رفیقانمان را دعوت کردم گویی درست تر می شد. تو مرا دیوانه کردن می خواهی؟ برای چی این طور می کردم؟ چی کار می کنی؟ رفیقانمان را به خانه همون دعوت کرده ای. آدمان می آیند، خانه همان خانه است، مرد همان مرد، اما انا این زنی نوم می گویی. عجایب. نیلگون زنی من است. او را با دوستانم شناس می کنم. از این طبیعی تر باز چی شده می تواند؟ در اینجا یگان عجایبات نمی بینم. اگر می دیدی حیران می شدم. جناب فاضل، با ما می روی. تو کیستی؟ کار را مشکل نکن، راه گرد. آنو بکن. شما خود کیستید؟ این مرا سردید ای بچه. ای ابله، این مرا سرده. رکشو، در رکشو. از خدا